پس ای جوانان غیور تاجیکستان، اگر می خواهید از این فتنه و ظلم و ستم رها یابید و دوباره صاحب عزت و کرامت شوید، جز راه بازگشت به سوی دین و جهاد مسلحانه دیگر راه نیست. و همچنین نزدیکترین راه رسیدن به جنت این جهاد در راه الله است که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: من قاتل فی سبیل الله عز وجل من رجل مسلم فوق نقة وجبت له الجنه. هر فرد مسلمانی که در راه الله به مقدار استراحت میان دوشیدن شتر جهاد کند، بهشت برایش واجب می گردد. فوق نقه گفته می شود همان مقدار از زمانی را که انسان هنگام دوشیدن شتر بچه شتر را لحظه می دوشاند تا شتر شیر را رها کند، دوباره خود شیر می دوشد. یعنی بسیار یک لحظه کوتاه که اگر مرد مسلمان به همان مقدار در راه الله جهاد نماید، داخل بهشت می شود. پس ای جوانان غیور تاجیکستان، به ندای الله لبیک گویید و به صف برادرانتان که در این راه هستند بپیوندید تا بازو به بازو ایستاد شده برای نجات این ملت مظلوم مسلمان و برادران و خواهران اسیر تلاش و کوشش نماییم تا باشد زیر سایه حکومت اسلامی آزادانه و با عزت زندگی نماییم.